خب بچه ها سلام. ببخشید من دوربین رو چون دستم آسیب دیده ثابت گذاشتم یه جا. حالا یه سری توضیحات بچه ها پرسیده بودن که من تست کنم، اونا رو اگه وقت کنم امروز انجام میدم بهتون بگم که چی به چی. راجع به تنظیمات که بچه ها پرسیده بودن، این کلا تنظیمات اصلی ماشین اینه. بعد این گزینه اولش که از اینجا نگاه میکنید این مال چراغ هاست، مال آینه هاست، مال صندلی، تنظیمات چیز دیگه. کاربردی دم دستی ماشین دیگه. این مثلا اتوفولد مال آینه است. بعد عرض به خدمت شما که این دوباره مال چیز، عرض به حضور شما چی بود، مال تنظیم آینه های بغله که تو دنده عقب بتونی مثلا بخوای بیاد پایین سرش میتونی با این ببندیش اصلا نیاد. این مال تنظیم صندلیه، یعنی وقتی دیدی وارد ماشین میشی استارت میخوای بزنی صندلی خودش عقب و جلو میشه، میتونی اینو خاموش کنی که ثابت باشه صندلی دیگه. بعد اینم که مال شیشه است. شیشه ها اگه باز باشه شما این گزینه رو اگه فعال کرده باشین با ریموت میتونین ببندین شیشه ها رو. این ست هم که مال برفاکناست، برفاکن خودکار بزنه، تو روزای بارونی خودکار بزنه و اینکه شیشه ها رو به صورت خودکار تو روزای بارونی ببنده که اگه فعالش کنید بعد نیست، بالاخره تو هوای بارونی میشه ازش استفاده کرد. دیگه چیز خاصی اینجا نداره. اینم که تنظیمات صداهای چیز تنظیم، مثلا اون ساند موقع ورودش مال خوش آمد گویشو چیز خاصی نداره. تاثیر صندلیش مال رانندگیش هم که چیز خاصی نداره. مثلا اینجا میتونی شما حالت اسپورت و کامفورت و نورمال رو انتخاب کنید برای رانندگی. اینم که مال تنظیمات سرعت و آلارم سرعت و اینجور چیزاست. این تنظیمات صداش هم که تو این آخریه دیگه. همسایه هم الان صداش در میاد. آره دیگه چیز خاصی ندارد تقریبا. راجع به تنظیمات موزیک هم بچه ها پرسیده بودن. اینی که میزنین اینجا خودش به صورت پیش‌فرض داره یه سری. این گزینه اول مال صداست، این بالاییه. اینجا استاندارد داره که حالت نرمال معمولیش. یه سری هم چیزای کلاسیک و جاز و پاپولار و اینا رو خودش داره پیش‌فرض دیگه. اینا تنظیمات بدی نیست. اگه خواستید دستی هم تنظیم کنید این پایین خودتون میتونید دیگه سلیقه‌ای هر جوری دوست دارید خودتون بذارید دیگه. حالا من مثلا یه دونه اولی رو انگولک کردم، خودتون میتونید انجام بدید دیگه. چیزی که باب سلیقتونه بیسش رو تنظیم کنید، صدای زیر و بمش رو تنظیم کنید، بلندی صدای موزیک و خواننده اینا رو تنظیم کنید، بد نیستونه. این دومی هم که مال پخش صدا داخل اتاق که میتونید اینجا تنظیم کنید چجوری پخش میشه. حالا این الان وسط حالت نرماله که کل اتاق پخش میشه. دومی مثلا میتونید بذارید. سومی مخصوص راننده است. دومی مال چی بود فرقی نکرد اصلا. نه دومی هم این سومی مخصوص خود راننده است، فقط فضای صندلی راننده اسپیکرش کار میکنه. اینا که مال سرنشینای عقبی، جلوها قطع میشه برای عقبی‌ها پخش میکنه. دستی هم خواستی بذارید که اینجا میتونید بذارید. این الان خود میتونید دستی تنظیم کنید که کجا صدا بیشتر پخش بشه. اینم که حالت مینی کلاب نوشته، نمیدونم یعنی چی ولی صداش خوبه، بد نیست. اینجوری هم حالا تنظیمه، فکر کنم همه سلیقه ها رو بتونه ارضا بکنه. اینم که مال تنظیمات چراغ اسپیکراست دیگه. این که اولا که خیلی بچه‌ها میپرسن خاموش میشه یا روشن میمونه همینجوری، با این میتونید کلا خاموشش کنی نباشه اصلا. روشن هم میتونید نورش رو کم و زیاد کنی، حالا دوست داشتی زیاد باشه کم باشه متوسط باشه. با این هم میتونی رنگاشو عوض کنی. یه سری رنگ پیش‌فرض داره اینجا. سفیدش مثلا بد نیست تو شب، آبیش بد نیست تو شب، این رنگش خیلی خوشگله تو شب. از اینجا هم که میتونید کاستوم، این آخری هم میتونید دستی هر رنگ خودتون دوست دارید بذارید دیگه، ولی ترجیحاً خاموش کنید. برای شب قشنگه دیگه. چیز خاص